سلام علیکم بچه ها اینی ماشین از معاینه فنی برگشت خورده. خب اینیر به یک جای دیگه رفته، ایر پیدا نتونسته بشه. ما اینجا گشتم اینجاش کنده شده. خب به گفت خودمان آین بریک میگه سیم آین بریکش اینجاش کنده شده، هر دو بغلش. اینش هم همینطوره. خب ببینید ایناش خشک شده، هم شکسته. بعد الان از اینا خریدم دوتا نو، دوتاشش میبندم. بعد دوباره میره معاینه فنی. بچه ها این بریک ما اون دیدم که اونطوری بلند کردم، بعد این باز کردم، دو دانه دیگه رفتم از مغازه آوردم. الان پس میبندمش. اینو باز کنم ببینیم، دوباره میبریم روی بریکش که تست کنیم چی میشه. باشه ببینیم که چی کار میتونیم. انشالله که فردا قبول میشه معاینه فنی. باشه بچه ها، تا بعد.